بیننده های عزیز، وعده خلاف دروغ و بیوفایی محسوب می شود. نظر کردن برای عملی شدن بعضی از کارهایمان در حقیقت همان عهد و پیمانی می باشد که با خداوند بزرگ بسته ایم. این عهد و پیمان حتما باید به جا آورده شود، زیرا هر عهد یک مسئولیت است. کتاب مقدس ما قرآن کریم چنین می فرماید: عهدهایتان را به جا آورید، زیرا عهدها و پیمانها مسئولیت دارد. اینک داستان خانواده‌ای را تماشا خواهیم کرد که برای به جا آوردن نظرشان می‌کوشند و انسانی که حرص مال چشمش را کور ساخته مانع از آن می‌شود. با دید عبرت تماشا می‌کنیم. صبح بخیر. صبح تو هم بخیر دخترم. امروز دیر بیدار شدی دخترم. صبح وقت گواره داشتیدم پدر. محمدم به کار روان کردم. گفتم یک کمی دراز بکشم، خوام برده بود. معذرت میخوایم. خیر است، اینطور حالت سر انسان میآید. سلامت باشی دخترم. کاش خواه نمیکردم. بسیار خوای ترسناک دیدم. خیر باشه انشالله. میگن عاقبت خوابای ترسناک به خیر انسان است. انشالله خیر باشه. عبدالقدیر ماهیار خام میخورد. برش گفتم نخو، یک دانه را به دان مام داد. خاله عبدالقدیر امروز در بیرون نمان، درست است؟ دلم بسیار نارام است. خود دخترم. ماما چی؟ من خب بیرون میرم. بشی بچه. زیاد نازدنگی نکو. ما دیگه ترکتور رو بکشم و برم. خودگه پناهیتون به خدا. پناهیت به خدا. بخیر بری. حالا بچه بخی نانتا بخو. من یک دفعه پیش گوا برم. یک چیز بخو باز برو. دلم نمیشه خاله، شما بخورین. آیتین دخترم بیا کمک کمی بوجه را بار کنم. بچشم بابا. بسم الله. بیبی من پیش بابا جان میرو. بچه بابا جانت رفت. بیا که با هم دسترخانه جمع کنیم. نه نرفته، صدای تراکتورش میآید. خودگه تراکتور چالان کده باز میره. بیبی من بیرون میرم. اما مادرت گفت که بیرون نری. اوه خدا. از باغچه بیرون نمیرم لطفا. اوف. خب برو بچه برو. هی اوه خدایا. زنده باشی دخترم. خدا خیرت بده. خواهش میکنم کاکا. کدام کار دگام هست؟ نه دخترم. بوجه را یک دفعه سعی میکنم باز میری. خیلی میرم به کارایم برسم. خود دخترم.
عبدالقدیر بچه چشمای دماز خدایا خدا چشمای دماز بچه بچه جگر گوشه بچه من نجات بده دکتر صاحب لطفا یک چیزی بگوین بچه زنده خواهد ماند. بسیار خونزایی کرده. از راه دور آمدین؟ بله. امیدوار هستم عملیات صحیح و سلامت سپری کنیم. بندشم پاره شده. اگه صرف انگشت‌ها ختم بشه شاید میتونستیم بیشتر امیدوار باشیم. عاجل باید عملیات شروع کنیم. با اجازهتون. خدایا بچه من نجات بده. تو کمک ما کن. محمد بچه ما میمورم. محمد اطلاع نگو بیاری خدا انشالله که صحیح و سلامت بیرون باشد. چیزای بعد از اتفاقاتی من چطور اجازه دادم رمزی؟ این دختر با دلش کدام چیزی گشته بود که با من گفت نمانش. چیزی که در قسمتش باشه همون میشه خانم. اگه بیرون نمیماندی شاید داخل چیزش میشد. حالا چطور خواد بود؟ در تلفن گفتن زیر عملیات است. وقتی که برآمد باز زنگ میزنن. تو به حقشون دعا کن. ما چرا شفاخانه نرفتیم؟ خداوند برای ما صبر بده. کاید موتر جایی میشدیم خانم. از دست ما کاری نمیامد. خاله چی شده؟ نصیب دشمنا در مزرعه بود و ماجل آمدم. پرسان نکاروز دست عبدالقدیر پکه گرفته. او خدا به شفاخانه بردنش. حال ساعتش چطور است؟ در زیر عملیات از دخترم منتظر هستیم. توبه خدایا. میره در خود دیدم محمد. چرا ما به طبیله رفتم؟ یا جانب خداوند است. چی کنیم دیگه؟ خداوندا اگه به فضل عنایتت بچم جور و سالم نجات بیاوه اولین گساله گوه ما به کسی که نیاز داره میتو بچه من نجات بده خداوندا برش کمک کن. بیادر شفا باشه. دکتر صاحب بچه چطور است؟ نگران نباشین کاملا خوب است. چشمتان روشن. خدا را هزار بار شکر. تشکر میکنم دکتر صاحب. خدا خیرتون بده. آمین. کدام خطر حیاتی نداره اما با تأسف سه انگشت خود از داد. از اینکه پاکت اوتش کرده بود با تأسف چیزی که نتانستیم. بازم شفا باشه. انگشتاش آیتین از اینکه خداوند دوره دوباره به ما بازگردان و زنده است جای شکر است. خدا را شکر. خدایا هزار بار شکر. بازم جای شکر از آیتین خواهد. کدام صدقه داشتین؟ خدا از بدترش نجات بده. میترسم که خدای نکرده از زیر عملیات زنده نبرایه. به خدایم دعا کردم سلما. او هم شکر قبول کرد. برای شماره دوباره دار. اشتباه ما بود دخترم. قسمی که در دلت گشته بود گفته بودی در بیرون نمانش اما با گپ ما نکرد. زیاد عذر کرد. کل چیز از جانب خداوند است. همون نیست. خودت جگرخون نساز. درست است لطفاً. از شفاخانه کی مبرایه؟ دکتر گفت از ظرف 2 روز رخصت میشه. خود درست است. عجله نکنین. هرچی که دکتر میگه همون کارم میکنیم. درست است. محمد بله. وقتی منتظر عملیات بودیم یک نذر کرده بودم نه؟ او را چطور ادا کنیم؟ اگه خدا نصیب کرده باشه انشالله به جای میاریم. اما در یه حادثه یک عالم پول مصرف شد و خیالم باز هم مصرف میشه. چقدر وقت دیگه به شهر رفت آمد خواد کردیم. ما هم فکر کردم که گواه بفروشم. به پدرم گفت خودت میفهمی. بسیار خوب میشه. چرا که من دیگه طویل رفتنی نشم.
هر دفعه که اونجا میرم فریاد عبدالقادر در گوشم میآید. خیلی درست است. گسالش او چطور میشه؟ شرط مانده مفروشم. چطور؟ یعنی وقتی که شدت گسالش به یگان فقیر بته اتور نمیشه؟ نمیفهمم. شاید شبه. بسیار وقت بود احمد قصد گو خریدن نداشت. صبح یک دفعه برم اگر هنوزم نیت خریدن داشته باشه به اونا بفروشم. بیگانم نمیشه. درست است. البته که میخرم به شرطی که بفروشی. الحمدلله پیسام دارم. مفروشم احمد. یکم تنگس شدیم. تو بیادرم هستی. و پدرم گفتم اول حق بیادرت است. اگه با پیسه ضرورت داشته باشی برات بتم. حتما که نباید گاو بفروشی. نه. آیتین بعد از وعده صد دیگه گواره نمیخواه. هر دفعه که به طبیله میره او خاطره یادش میایه و جگر خون میشه. خواه درست است. امروز برو گاو خانه بر. او دیگه از توست. بفرمایید. سلما لالایم گاو به ما فروخت. رفتم یارم. سبام پیسهش برش میتیم. مبارک باشه. اگه به پیسه ضرورت باشه ما یک مقدار داریم. تعارف نکنین. نه. اما یک موضوع است. آیتین نظر کرده که خداوند بچهش برش برگردانه. گوساله گاو به یک نفر فقیر میته. به این شرط مفروشم. درست است بیادر. بدو دیده او آسان است. گاو مادرت چرا به کاکایمشان دادین؟ اگه چوچم میکرد گوسالیش از ما میشد. من با تو یگان گساله دیگه میگیرم بچم. من گوساله خود ما را میخوایم. نمیشه عبدالقادر. مرا جگر خون نساز دیگه. اما چرا؟ به این خاطر که وقتی در شفاخانه بودی من به خدای خود نظر کردم. گفتم خداوندا اگه بچه ما بریم پس بدی گساله گاو با یک فقیر میتم. خدا را شکر که دعای مستجاب شد. حال گاو اگه چوچه کنه چوچش با یک فقیر میتم. فهمیدی؟ او توی که از به ما بیتین. نه نمیشه. خیلی با کس دیگه نتین. چی میشه؟ من باز پیشش میرم. او هم نمیشه. نه از قرص است. وعده است که به خداوند دادیم. خداوندی که تو رو به ما بخشید. عوضی که به دربار شکر کنیم. خدا نخواسته فریب بتیم. این درست خواد بود؟ نه. در این صورت پس گرفتنی گوسالام درست نیست. حالا دیگه خوکو. خواب راحت برات میخوایم. مادر. بگو جان مادر. در دستم دیگه انگوش نمیبرایم. بازم خدا را شکر بچم. امکان داشت زنده نمانی. وقتی که زیر عملیات بودی بسیار ترسیده بودم. چرا؟ دور از جان فکر میکردم میموری. اما خدا را شکر. اگه انگوشت نیست اما زنده هستی. خداوند تو را به ما بخشید. خود دیگه شب خوش برات میخوایم. بای شما هم همچنان. احمد گوساله به دنیا میای بدو. به دنیا میای؟ درست است. من رفته وترینر میارم. سلام علیکم. سلام. خوش آمدید. خوش باشین. خسته نباشین. زنده باشی. چشمت روشن خانم. گاو چوچه داده. مبارک باشه. چی وقت؟ یک چند ساعت پیش. صبح برو یک بار بیبی. درست است. احمد به آیتینشان وعده داده بودیم. وعده چی؟ گوساله را به یگان تا فقیر میتیم نه؟ خو میتم یک دفعه از شیر جدا شوه. خواستم یادآور شوم. خو درست است. خو کو. خسته نباشی. زنده باشین خواهر. خوش آمدین. بفرمایین. شل است که گوساله را یک دفعه ببینم. تو از کارت نمان. ما رفته میبینیم. بله بفرمایین ببینین. بیا بچه. جانه ولادت کردی؟
بسیار مقبول است. هم میتونست خدا عمرش دراز کنه. بیبی عبدالقدیر چقدر مقبول است نه؟ بله. آنمیتر از بیاین بشینین. چای بیارم؟ نه جانم، ما زود میریم. گساله رو با کی میتین سلما خاله؟ والا نمیفهم عبدالقدیر. یک دفعه از شیر جدا شوه باز کاکایت بیگان تا خود داد عبدالقدیر. مقصد نشه که منصرف شوین سلما. میفهمی که نظر است. نه چرا منصرف شویم؟ تو نگران. احمد گوسال از شیر جدا شد. یکان تا را پیدا که برش بتین. بلاله چون وعده داده بودی. خود درست است سلما. گوساله میتم دیگه. این قسمی که تو گپ میزنی فکر نکنم که عمل کنی. اونا هر روز پرسان میکنن. با اونا چه غرض جانم؟ اونا گاو فروختند، خلاص دیگه حق پرسان ندارن. نظر از اوناست احمد. وقت فروختن شرط مانده بودن ما هم قبول کردیم. این گپای خرافاتی رو بان دیگه. نظر در کدام عصر زندگی میکنیم؟ تو بچه رو خوب سعی کو. انگشتاش قطع شده. بازم میگه خدایا از زیر عملیات صحیح و سالم برای باز نظر میتم. احمد اصل گپ دلت بگو. گوساله رو میتی یا نه؟ چرا بتم سلما ها؟ من او گاو یک عالم پیسه داد خریدم. حادثه تیر شد. زخما جور شد. بچه صحت یافته. حال ناحق گوساله رو مفت جفت با مردم بته. ایره منطق قبول میکنه؟ اما وقتی که میگرفتی قبول کردی برشان قول داده. ما گاو خریدیم گوسالی شخونه خریدیم. خوکو ما وقت ندارم با خرافات خودم مصروف بسازم. صبح وقت به کار میرم. باز یک فکر میکنم. خداحافظ بخیر بری. چرا قدر صفا میکنی احمد؟ خانه خوردی؟ نمیفهمم شاید. پناهید به خدا. خداحافظ. متوجه خود باشی عرق پر در بیرون استاد نشی. فیوز باز پرده احمد بیادر. رئیس میگه یک بار ببینش. باز پریده. خود درست است. این چرا میپره؟ دیروز جور کرده بودم. پیچکش برقی بیارم. نه کار نیست، من جورش میکنم. درست است. احمد بیادر احمد بیادر احمد بیادر خوب هستی؟ احمد بچیم احمد. چیز نیست شارت بوده. اما احمد باید احتیاط میکردی بچیم. همراه برقم بازی شده؟ دیروز جورش کرده بودم رئیس. شارت مارت نبوده. آه خدا خوب شد که چیزی نشدید. خدا از بالا دور نگاهت کنه. پیش دکتر میری؟ دکتر چی جانم؟ یک برق گرفتگی بوده دیگه. من خوب هستم. زنده باشی. خدا نخواسته امکان مردنتان بود. نه بابا من را چیزی نمیشه. شما چی کردین؟ امروز آیتین خواهر آمده بود باز یادآور شد. وام دیگه بیخی شلگیر از خود کرده. مگم یک گوساله چه قرضش داره؟ او با گوساله کاری نداره احمد. چرا درک نمی کنی؟ میگه شرط ما قبول کرده خریدین. حال شرطش هم گفته بودم. او نظر خدا کرده گوا به ما داده. دلم میتم یا نمیتم. گناهش در گردن من. چرا به گناه داخل میشی احمد؟ به یگان تا بتیم در توان ما خواه است. از او گوساله کدام خیری نمیبینیم. نمیتم زور است. سبا امرای لالایم گپ میزنم. تو همی قشله نشد. نزد و نجا چی میشه مادر؟ هیچ چیز نمیشه. این گپای خالیت است. او بیاز از آدمای کنه فکر است. اگه خداوند دعایت قبول کنه نظری را که در برابرش کردی باید به جای بیاری دخترم. یعنی خانم به خداوند دعا کرده که اگه عبدالقدیر جور شود گوساله را نظر میکنه؟ درست از دخترم. اما پدرت از قول خود برگشته نظر ادا نمیکنه. چی ارتباط داره نظر صاحب نظر ادا کنه؟ بیاز او قسم نظر قبول نمیشه. اگه قربانی کنی درست. من چون گاو چوچه بته باز چوچهش نظر شوه. یه امو داستان است. بزک نمود. وقت خریدن چرا ایگه پا رو نگفتی؟ چرا برشان وعده دادی؟ میگفتی که قربانی میکنی. بسیار خوب گوساله را خودم میگیرم.
مگم نگفته بودن به یک فقیر میتیم؟ من خودم یک فقیر هستم. بسیار خوب، خودت میفهمی. دختره یکم او بده. ای چه قسم گپ است عروس؟ عقلش خو از دست نداده. اضافه از چی بگویم کاکا؟ بسیار برش گفتم. تو یک بار همراهش گپ بزن. این قسمم شده؟ اگه میگی اول من امروش گپ بزنم پدر. نه خودم امروش گپ میزنم. کسی که عقاید اسلامی را نادیده بگیره برادرم نمیشناسه. برای ما بارینش. ما به خداوند ای وعده رو دادیم بابا. خو نداریم به خدا. به همین خاطر هر روز به سلمان میگم اما من به او میگم خواهر، اما تیر خودم میاره. من این کار حل میکنم دختره، نگران نباش. احمد. بله پدر. بیا اینجا باشیم. ببین بچیم، وقتی با کسی وعده میتی عمل کن. اگه عمل کرده نمیتونی وعده نکن بچیم. فهمیدی؟ چی میگی پدر؟ گپ من خوب فهمیدی. او گوساله رو چرا نمیتی بچیم؟ باینگه چی قول داده بودی؟ حالا فهمیدم. پدر تازه از کار آمدیم، بسیار خسته هستم. حالا تو دیگه سر فشار نیار. چیزی که ازت سوال کردم جواب بده. پدر اینا همه چتیات است، قصای مفت است. من چون نظر کرده، من چون به من دادم، من چون من به او میتم. در این زمانه کی گوساله به کس مفت داده؟ باشیم تو چی میگی؟ چرا متوجه مثلا نیستی؟ وقتی گرفتنش گفته بودی که میتم. آره چرا پیشمان شدی ها؟ اون نظر است. تو نمیفهمی که نظر یعنی چی؟ او گوساله رو میتی حتما. فهمیدی؟ پدر اگه نتم چی میشه؟ من رفته از طویلم میگیرم و به یگان فقیر میتم. باز او وقت میفهمی که چی میشه. پدر مسیح بزرگ هستی. نمیخوایم قلب تا بشکنانم، اما ای آسان نیست. من خروار کار کرده ای گوه خریدیم. اگه تو یک کار بکنی بسیار بد خواهد شد. تو به این کار دخالت نکن. یعنی پدرت پیش تو به اندازه گوساله ارزش نداره ها؟ توف به غیرتت. افسوس به حالت. بسیار بد میشه ها؟ حتما منو میخوای بزنی ها؟ پدر چوب گم کننگته. با ما دیگه پدر نگو. نمیخوایم قوارت ببینم. احمد. من دیگه اولاد به نام احمد ندارم. دیگه نامش در این خانه نگیرین. اینطور نگو. اولاد است دیگه، یک نادانی کرده. او تو اولاد رنگش ده گور کو. از خودم بدم آمد. ما چه قسم یک اولاد تربیه کردیم سلیمه؟ گمش کو پدر، خدا مهربان است. یگان رای چارش پیدا خود کردین. بعد از ما که پیسه افتید یگان گوساله خریده میتیم. شما آزرده نشین. اما تو کنین بشین. نظرتان ادا کنین. متباقیش حواله کنین به خداوند. سبا پیش یگان دکتر بریم. هیچ خوب نیستی. بخیز. تمام داری. باز خنک خوردی؟ در این فصل تابستان خنک از کجا شد؟ حالم خوب نیست. سبا کار نرو. پیش یگان دکتر بریم. درست است. شروع تبرکلوز است احمد خان. تبرکلوز یعنی مرض سل. مرض سل؟ در این وقت مرض سل از کجا شد؟ بیماری اون وقت زمان داره آقا احمد. اگر بنیه‌تان به علتهای دیگه ضعیف شده باشه، زمینه توسعه میکروب هایی که در وجودتان است بسیار آسان خواهد بود. گفتین بیماریش نو شروع شده؟ بله، یعنی به عنوان شروع علائم قبول کرده میتونیم. اگر تداوی نشه وسط پیدا میکنه. برای فعلا کار ما بسیار آسان است. دوامیتون متوجه تغذیه‌تان باشین. اجازه خستگی، عرق و سرما را به خود ندین. به خاطر که بیماری یک بیماری ساری است. شما اطفال و نزدیکانتان هم باید دوری کنین. با اونا تماس نزدیک نداشته باشین.
الناز چی گپ است دخترم؟ پدر گوه ما گوه چی کرده دخترم؟ مریض شد پدر. باز کوکوی ما صدا کردم بطور نناورد. گوه ما میموره. ای چی مصیبت است که سر ما میایه؟ لالا چی شده؟ نمیفهمم، از تو باید پرسان کنم. چی را باید پرسید؟ بگو نه؟ بگو این وترنر صاحب. دیگه چاره نداره. حالت بیسی برش دست داده. یک نوع فلج است که در گواه پیدا میشه. خدای من جور نمیشه؟ نه خیر، بجز که بکشیمش دیگه چاره نداریم. امکان نداره. او رو نو خریده بودم، یک عالم پیسه داده بودم، نباید بمره. پیسه خدا دی ولی علولیش نگرفتی. بله احمد، از خاطر یک گوساله حال گوت از دست میتی. تو هنوزم شخ کو. بگی پدر جان او بنوش. آوردی دخترم، زنده باشی. اگه دکتر من نمیکرد حالا تو یک ماچ کرده بودم. این دیگه چی بلو بیماری بود. دختر خودم ماچ کرده نمیتونم. احمد بله برات یک چیز میگم اما قار نشو. بگو. فکر میکردم شاید وقتش نباشه اما کاملا وقتش است که بگویم. بگو هر چی که میگی بگو. برق گرفتت نفهمیدی، مرض سل گرفتت نفهمیدی، گاو جور تیار مرد هنوزم نفهمیدی. من از داخل شنیدم میگفتی دختر من ماچ کردن نمیتونم. در مورد اجازه فکر کو. اینا کلشان یک اشاره نیست؟ اشاره چی؟ اشاره نظر که هنوزم به جای آورده نشده. سر به سر مصیبت ها آمده رئیس. برات گفته بودم این کیسه با چی میشه معلوم نیست. به وعده که به خداوند داده شده بود توجه نکردی. آیا منتظر مصیبت های بزرگتر از اینا هستی؟ سبا یگان نیازمند پیدا کو گوساله رو برش بده. کجا میری؟ پیش پدرم. انشالله که خیریت است. سلام علیکم. علیک سلام. خوش آمدی احمد. سلام به همگی. پدر دست بده. دست بده که ببوسم. مرا ببخش، اشتباه کردم. اشتباه خوب کردی. هم شفا باشه هم زندگی سرت باشه. شنیدم بسیار جگرخون شدم. سلما گوساله را سبا میته. از شما معذرت میخوایم. نادانی کردیم. شما به خداوند وعده داده بودین و من به شما. وعده خلافی کردم. جزایش دیدم. انشالله خداوند مرا خواهد بخشید. خدا بزرگ است. توبه کننده و یار جوینده را دست خالی بر نمیگردانم.
بیننده های عزیز، نظری که به خاطر الله صورت میگیرد حتما باید به جا آورده شود. هرگز در برابرش سهلنگاری صورت نگیرد، زیرا نظر بالای نظر کننده قرض است. از این خاطر اگر نظر کننده وفات هم کند، باید از طرف وارثینش به جا آورده شود. انسان مرده باید از این قرض رهانیده شود. هر آن کسی که در برابر چنین قول و یا چنین قرضی که به دوش گرفته به اعتنایی کند، گاه گاه با حوادث در این دنیا هشدار و تنبیه می شود، جزا می بیند. بعضا هم در سرای آخرت واگذار می شود. در حقیقت نظر برای خداوند فرقی ندارد. آنچه که تقدیر است همان می شود. اما به هر شکلی که باشد، اگر فلان کار صورت بگیرد فلان چیز نظر می کنم گفته می شود. آنجاست که عملی ساختن آن واجب می شود.